دوستان، تو جوجه کشی ها سعی کنید از پرنده رو با چند تا پرنده دیگه جفت بزنید، یعنی پرنده های خوب رو با پرنده های خوب دیگه ترکیب کنید. این نر سبز دو خط که هستش یکی از بهترین نرهای مسابقه دنده من هستش. این نر رو با با 3 تا ماده جفت زدن. تمام جوجه هاش برای من عالی بودن با هر ماده، اما با یه ماده خیلی بهتر از همشون جواب داده. این نر خیلی خوب بود، با یه ماده خیلی خوب جفت شد. دو تا ازش جوجه گرفتم. یکیش اینه، ببین شبیه پدرش هم هست، مسابقه دهنده هم هست، چیپم پاشه. پارسال با اینکه سن خیلی کمی داشت بهترین نتیجه رو برای من کسب کرد. زمانی که بهترین نتیجه رو برای من کسب کرد دیدم واقعا فوق العاده است. خودش، خواهرش، همش جفت زدم با خواهرش، این جوجه رو بهم داد. ببینید پدر، پسر و نوه همشون شبیه هم، عالی. حالا توی شرایطی موندن که زیاد تیپشون مشخص نیست، ولی خب این جوجه برج 6 منه، برج 5 ببخشید، این همین الان جوجه برج 5، جفتش هم که ماده است اونوره، اونم از این خوش تیپ تره. همیشه سعی کنید از پرنده هایی که نتایج خوبی به شما میدن رو میکس کنید و از اونها جوجه بگیرید، چون مطمئن باشید که جوجه‌ای که پرنده های قهرمان به شما میده بسیار بسیار بهتر و با کیفیت تر از مولدای شماست. مولدایی که مثلا حالا چند سال خریدین، قیچی کردین، انداختین تو لافت و فقط ازش جوجه گرفتین. مطمئن باشین پرنده هایی که تو لافت شما مسابقه میدن نتایج خیلی خوبی برای شما داشتن، جوجه های اونها مطمئن باشین از پدرها و پدر بزرگاشون هم بهتر خواهند بود و هی خونتون رو دارید قوی تر میکنید و قوی تر میکنید. حالا شناخت پرنده خوبم همیشه من گفتم سبد، فقط سبد مسابقه نشون میده که کدوم کبوتر خوبه، کدوم کبوتر با کیفیته و آخر سر همون دیگه. نمیشه گفتش که آقا این چشش این رنگی، بالش فلانه، نژادش، اسم نژادش اینه. کبوتر اصلا اسم و نژاد نیست. قبلا هم گفتم کلا دو نوع کبوتر تو دنیا داریم، کبوتر با کیفیت، کبوتر بی کیفیت. حالا مهم هم نیست از هر نژادی که میخواد باشه. شما کبوتر خوب رو با کبوتر خوب جفت بزن، مطمئن باشید که نتیجهش رو خواهید دید. الان در طول این چند سالی گذشته که من این کارو دارم انجام میدم، اصلا بهترین نتایج رو از این سبک به دست آوردم. انتخاب جفت خوب و جوجه های فوق العاده. شما تو جفت‌زنی اصلا چه چیزی مهمه؟ چشم، بال، اینها آیا مهم است تو جفت‌زنی یا نه؟ دوستان نظر منو میپرسید، من میگم نخیر، اصلا این چیزا اصلا حتی هیچ کجای دنیا خب ممکنه خیلی این کار انجام بدن، چشم سفید با چشم قرمز یا بال فلان با بال مثلا همشکل یا همشکل نباشه رو با هم جفت میزنن، ولی از نظر من و خیلی از مربیای بزرگ دنیا نه، این اصلا قابل قبول نیست. ما در کل دنیا دو نوع کبوتر داریم، یک کبوتر با کیفیت، یک کبوتر بی کیفیت. شما زمانی که یک کبوتر با کیفیت رو با کیفیت جفت میزنید مطمئن باشید که جوجه های خیلی خوبی به شما میده. الان مثلا همین نری که داره اینجا لغور میکشه، ببین این نر رو من خریدمش زمانی که جوجه بود، حالا نسل نژاد خیلی خوبی هم داره، خریدمش که مولدش کنم، اما مولدش نمی‌کنم همین نر، یا مثلا چند تا دیگه هم اینجا داره، اینو مولدش نمی‌کنم. این باید بره مسابقه، خودش رو ثابت کنه، بعد بیاد به عنوان مولدی تو لافت من باشه. این پرنده اگه بگیرم دستم، ببین ظاهر خیلی خوبی داره، خیلی خوش تیپه، بی نهایت خوش تیپه، اما بال خیلی کوچیکی داره. بالی که داره اصلا قابل قبول نیست برای یه پرنده مسابقه. اصلا اگه بخوام بالش رو باز کنم میبینید خیلی بال کوچیکی داره، اما من به این مسائل توجه نمی‌کنم. ببینید کبوتر اگر تیپ خوبی داشته باشه، بال خوبی داشته باشه خیلی خوبه، چشم قشنگی داشته باشه، رنگ درخشانی داشته باشه خیلی خوبه، ولی همه چیز چشم و بال نیست. فقط پرنده خوب هستش که با پرنده خوب جفت میزنی و جوجه های با کیفیت به شما میده. من الان در چند سال گذشته که این کار رو انجام دادم و همیشه سعی کردم که پرنده های خوب رو با پرنده های خوب جفت بزنم. پرنده های خوبم آخر مسابقه مشخص میشه، زمانی که ما برج 2 مسابقاتمون تموم میشه با هم نگاه میکنیم ببینیم کدوم پرنده ها خوب بودن، اونها رو با هم جفت میزنیم. من زمانی که این سبک پرنده ها رو با هم جفت زدم، یه سری پرنده های خیلی زیبا با کیفیت به من داده. ممکنه چند تا توشون پرنده های از نظر ظاهری جالب نبودن،
اما همون پرنده هایی هم که جالب نبودن از نظر ظاهر بهترین نتیجه رو برای من داشتن. چرا؟ چون پدرانشون و مادرانشون قهرمان بودن، پدر بزرگ و مادر بزرگشون قهرمان بودن. دوستان مطمئن باشید بهترین چیز در انتخاب جفت انتخاب پرنده های قهرمان لافت خودتون، قهرمانی که تو لافت شما مسابقه داده و بهترین نتایج کسب کرده. مطمئن باشید چشم، بال، اینها هیچ تأثیری تو انتخاب دوتا جفت نداره. و یه سری مسائل خیلی عادی و پیش پا افتاده که یه سری مربی‌ها حالا روش فکر میکنن، مثلا میگم این بال اینجوری باشه بهتره. نه، ولی اینجوری نیست. پرنده های با کیفیت با پرنده های با کیفیت جوجه های عالی به شما خواهند داد.